سلام وجود سلام محمد دوستان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنل گریفین کرافت. امروز یه ویدیو اومدیم برای فوتبال دوستا، قراره نوب پرکر و گاد کریستیانو رونالدو رو بسازن، ببینیم که کدوم بهتر این بازیکن مشهور محبوب و مردمی رو میسازه. خب چقدر زشت داری میسازیش، خدای اسم من بیشتر کریم بنزما رو ساخته تا کریستیانو رونالدو، اما باشه. نه خیلی نوب بد ساختش. نمره خودم نمره 3 میدم، با وجودی که خودم طرفدارش نیستم. به نظرم خیلی یکم توهینه این ساخته برای ستون. این چیه دیگه بیرون؟ استادیومه که یه استادیوم هم داره بیرون میسازه. استادیومش تمیز حداقل یکم. دروازه با تار عنکبوت. اوکی، نور هم حتی برای استادیومش ساخت. نه استادیومش قشنگ بود اما خودش اصلا چه سازه؟ رونالدو توهین کردی با این سازه. و ستون وارد میشه، تو اسکینش هم یکم توهینه، هیچ شباهتی نداره. بزن گل آدایی. نوب تو دروازه وایساده، خود جلو بگیره. بعد زنده این نوب داداش هستی؟ مرد بنده خدا. نوبت پروه. این جرئت نمیکنن این سازه رو بهتری کنن. خب امیدوارم این یکم شبیه تر باشه حداقل. آستین لباس یا بدنشه؟ خب کفشم داره رو با تا داره رو پایی میزنه توپو رو حواس. نه بدن بودن لباسشه. رونالدو عدد 7. اوکی، و صورت و همه میخواد اون چیزا رو بسازن. نه استادیومه نامرد. ببینی اصلا رونالدویی که ساخته چجوری بود. استادیوم یه لحظه ویل کن. استادیوم باحالی داره میسازه. استادیومش خیلی خفنه. خب داخل خود رونالدو هم داره یه خونه میسازه. اون مپه چی بود؟ رونالدو بالا سر رونالدو بود. این یکم قشنگتره. بخوام نمره بدم نمره 6 و 10 میدم. یکم هم شبیه‌تره، هم قشنگتره، هم بالتره. ببینیم تو استادیوم قراره چه اتفاقی بیفته. حالا رونالدو وارد میشه، پر رو داخل دروازه است، میخواد مقاومت کنه. ببینیم که میتونه گل کنه رونالدو یا نه. نه پرو میگیره اما ضربه بعدی نمیگیره. بنده خدا پرو. خب حالا البته هکره. ببینیم تو میتونی هکر بهترین رو بسازی یا اینکه خیر. بعدن رو ببین جون با فقط باید گفت فلان. اوکی، کفش طلا میده به این بازیکن. و دستا این سیسه چیزشه دیگه، سیسه بعد گلش رو داره میسازه. کنم لباس رئال مادریدش هم داره میسازه دیگه. آره رنگ سفید بود این معلومه. یا یاد اون زمانا بخیر. و استادیوم بیرونش چه استادیوم خوفتیه. چه استادیومش باحاله. داخل خود رونالدو هم یه خونه طراحی میکنه. بخوام بسازش نمره بدم نمره 8 در 10 میدم. قشنگ بود اما خب برای 10 بودن نه. خیلی چیز باحالی بود اما. خب حالا این دفعه هکر دروازه است و رونالدو میخواد بشوته. داداش چقدر میری عقب داداش؟ الو
هکر برای روحت پاکت صلوات. چیت میزنه؟ قدرت هکر. قدرت هکر. چی شد؟ ای هکرم مرد که بد شد. آخرین نفر گاده. تو باید اینو بزنی. گاد تو میتونی. داده زیاد مهم نیست. تو باید جلو توپ اینو بگیری. جان دندشو فقط میخوای بدن رو طراحی کنی. اوکی، یعنی پا قرار نیست طراحی بشه، فقط صورت و بدن. اینا ایده خوبیه. چه ترسناکه آجی اسکلتش. چه گوست رایدره بیشتر تا رونالدو. اوکی، دندونا سفید. بابا رونالدو. خب نمو چقدر کار کرده روی این سازه. کوچیک‌تر از همه سازه، اما اون وقتی که برش گذاشته خیلی بیشتره. از جزئیات و دیتیل میتونید بفهمید که چقدر وقت گذاشته برای این سازه. اما به شخص سازه هکر من بیشتر دوست دارم استایل وایسادنیشو. برای همین سازه هکر من میکنم، اما شما تو کامنت بگید که کدومو بیشتر از همه دوست دارید. این استادیومی که گاد ساخته. ببینیم گاد میتونه جلوگیری کند گل زدن کریستیانو رونالدو یا اینکه خیر. این صورت که گاد طراحی کرد خیلی قشنگ‌تره، اما اون استایل رونالدو خوبه. میدونید به شخصه هکر برنامه میکنم، اما شما تو کامنت بگین که کدومو بیشتر دوست دارید و گاد با دروازه طلایی منتظر که جلوگیری کنه از گل زدنش. ببینیم موفق میشه اینکه نه. این فکر کنم اینجوری دیگه موفق بشه دیگه. از این ارتفاع میخواد گل کنه. میخند. گل زد. داشت موشک به پات وصله برادر. بیا جامم به تقدیم کرد. جام فیفا برای تو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی رو زدیش کنم. خدا حفظت می‌سپارم. بدرود.